امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه 35 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم سوزه رو که یه ترانه بختیاری هست با هم دیگه یاد بگیریم و نوازندگیشو کار بکنیم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. خب قطعه شماره 35 از کتاب شیوه سنتور نوازی قطعه سوزه 6-8 هست. 6-8 یعنی در هر میزان معادل 6 تا نوت چنگ وجود داره و خب اون بالا توی عبارتی که سرعت رو برامون مشخص میکنه، یعنی عبارت تمپو، نوشته سیاه نقطه‌دار مساوی 66. این که نوشته سیاه نقطه‌دار مساوی 66 یعنی اینکه اولا اینکه مترونوم باید رو سرعت 66 بذاریم، یعنی در هر دقیقه باید معادل 66 ضرب اجرا بشه که هر ضرب معادل یه نوت سیاه نقطه داره. یعنی اینکه اگه ما بخوایم این 6 تا چنگی که توی هر میزان داریم رو دسته بندی کنیم، چون هر سیاه نقطه دار معادل 3 تا چنگ میشه، 3 تا چنگ اول میشه ضرب اول ما، 3 تا چنگ دوم میشه ضرب دوم. حالا جلوتر با مترونوم زدنش رو هم با هم کار میکنیم که یاد بگیرید، ولی فعلا برای اینکه بدونید مترونوم دو تایی بر ما میشماریم که 1 2 و ما تو هر ضرب 3 تا شماره باید بشماریم، 1 2 3 4 5 6، یا درست‌تر اینه که بگیم 1 و 2 و، ولی چون 1 و 2 و یکم گیج کننده میشه توی قطعه، ما شماره‌شون رو بر اساس 1 2 3 4 5 6 انجام میدیم، اما میدونیم که ضرب‌های اصلی ما 1 و 4 هن، یعنی 1 و 2 و که میشه 1 2 3 4 5 6. و با هر شماره توی این حالت 1 2 3 4 5 6 که داریم میشماریم، با هر شماره یه نوت چنگ اجرا میکنیم و به همون نسبت وقتی نوت سیاه داریم، چون نوت سیاه 2 برابر چنگه پس 2 تا شماره بهش میرسه، و وقتی نوت سیاه نقطه دار داریم خب 3 برابر چنگه پس 3 تا شماره بهش میرسه. و توی این قطعه ما ترکیب این سه نوت رو داریم، چنگ، سیاه و سیاه نقطه دار. اول قطعه با یه سکوت سیاه شروع میشه، شماره‌شو برای شما توی میزان اول و دوم نوشته و همه انواع اون نوتایی که قرار داخل قطعه ببینیم و تو همون دو میزان اول میبینیم. سکوت سیاه 2 شماره 1 2، 3 میشه نوت چنگ، نوت لا، 4 نوت چنگ بعدی و 5 6 برای نوت سیاه آخر میشه. تو میزان دوم که 2 تا نوت سیاه نقطه دار داریم، هر کدوم ارزششون 3 شماره است، 1 2 3 برای نوت اول، 4 5 6 برای نوت دوم. خب بریم با هم نوازندگیشو کار بکنیم. اگر نکته‌ای بود داخل قطعه بهتون میگم. دو میزان اول رو کار میکنیم. خب گفتیم دیگه یه سکوت داریم، بعد نوتامون هست لا سول فا که نوتا پشت خرکن و دو تا جفت داریم، جفت می و جفت سول. می رو دقت کنید، می رو معمولا بچه‌ها اشتباه میکنن. این می نوتی که پایین‌تره، یعنی روی خط اول میشه خرک هشتم زرد و می که بین خط 4 و 5 میشه خرک هشتم سفید. پس این جفت می رو باید این بالا بزنیم، هشتم زرد و سفید. ولی سولی که روی خط دومه میشه خرک دوم سفید و سولی که بالای خط پنجم میشه خرک سوم پشت خرک. پس این دوتا رو باید با هم دیگه جفت بزنیم، این جفتا رو جاشون رو اشتباه نکنیم. خیلی پس نوتامون شد سکوت لا سول فا می سول که بعدش یه علامت تکرار دو میزان داریم که این قسمت رو باید دوباره تکرار بکنیم. اوکی، من دوبار با شمارش براتون اجراش میکنم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. بسیار عالی. میریم قسمت بعد. باز دوباره دو میزان بعد رو میخونیم، یعنی میزان آخر خط اول و میزان اول خط دوم. نوتامون هست سکوت سیاه لا سول فا مثل همون میزان اول و خط دوم نوتمون هست می ره می فا. پس شد سکوت لا سول فا می ره می فا. اگه بخوایم با شمارش اجراش کنیم میشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. بله، و دو میزان بعد یعنی میزان دوم و سوم خط دوم نوتامون هست ر فا می ر دو. پس میشه سکوت ر فا می ر دو. میشماریم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 و به اینجا که میرسیم یک جمله کامل میشه. یعنی
یه بار من از ابتدا تا اینجا رو اجرا میکنم و دقت کنید به اینجا که میرسیم دو خط تکرار برمیگردونه قطعه رو به خط اول میزان آخر. این قسمت باید تکرار بشه، ولی من الان از اول یه دور میزنم این قسمت رو که ملودی رو متوجه بشید که چی شد. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. میریم سراغ جمله بعد، خط دوم میزان آخر که باز دوباره دو میزانی میخونیم با خط سوم میزان اول. نوتامون هست سکوت سیاه، دو 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 پشت خرک و خط بعد سی لا سل فا. پس شد سکوت دو 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 سی لا سل فا. میشماریم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. بله. دو میزان بعد که این جمله رو کامل میکنه، یعنی دو میزان آخر خط سوم، سکوت سیاه سی سی لا سل فا سل. پس شد سی سی لا سل فا سل. میشماریم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. یه دو خط تکرار داریم که برمیگرده از خط دوم میزان آخر. من این جمله رو براتون با شمارش اجرا میکنم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. دو خط آخر تکرار دو خط اول دوباره، یعنی انگار از اول دوباره این قسمت تکرار شده که دیگه بلدی. من فقط یه دو براتون میزنم که بشنویدش. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 و اینجا قطعه تموم میشه. اوکی. خیلی قطعه آسونیه، خیلی هم روونه و ملودی آشنایی داره. اجرا کردنش فکر نکنم زیاد براتون سخت باشه. من یه دور با مترونوم هم براتون اجرا میکنم که متوجه بشید چجوریه. مترونوم رو باید بذاریم رو سرعت 66 و دو ضربی. مترونوم دو تا ضرب به ما میده، میگه تیک تاک تیک تاک، یک و دو و یک و دو و ما باید هر ضرب مترونوم رو به سه قسمت تقسیم کنیم. ولی خب چون شمارش یک و دو و یک هم شمارش سختی هست برامون، به جای یک و دو و 1 2 3 4 5 6 میشماریم و به این شکل هم میاد. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 اجرای این قطعه با مترونوم. جلوتر که بریم و تکنیک ها رو بیشتر یاد بگیریم و باشون آشنا بشید، موقع میتونیم یه ذره پرتر و تکنیکی تر قطعه رو بزنیم که اون وقت به این شکل در بیاد. من فقط اجرا میکنم که بشنوید که چه اتفاقی قرار بیفته، ولی شما قرار نیست الان اینطوری اجرا بکنید.
امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.